درباره برابری زن اول بر زن دیگه. بله. زن اول زن دیگه در چیز اون دیده میشد مثلا زن یکم اگر 4 فرزند داشته باشد، زن یکم ولی فرزند ندارد، یعنی تقسیمات نفقه هاش فرق میکند، برابر پول نمیتید. اینش مثلا 4 خانگی اجاره گیرید و یش به 1 خانگی هم اجاره گیرید میشد، مثلا فرق میکنه. عدالت هست در شریعت، برابری نیست. این به 4 خانگی گرفتی که برای من هم 4 خانگی گیر، او به چند هزار دلار صرف کردی در یک ماه، برای من هم این خیلی نه. عدالت غیر کلمه برابری. برابری در دین کمونیستی هست، در شریعت ما عدالت است. عدالت برای هر یک آدم برای خودش مناسب. اما شب بله، شب برابری هست، یک شب اینجا یک شب اونجا. اگر همی شب برابری نباشد ما گناهگار میشی. بله، مگر هم با اجازتی همون زنی که حقوقش پایمال میشد. باید که عملی 2 شب به نزد اون را و 1 شب به نزد من راضی گوید، گناهکار نمیشه. و الا اگر حقش طلب کند، شما وظیفه دار هستید که عدالت کنید. الله تعالی اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین.